وزارت کارهای داخله در شهر خوجند در نتیجه سنجش اوید به نوار شبکه‌های اجتماعی که در آن شخص نامعلوم دارنده 3 عدد سگ‌های ذاتی نمسی افچار که گویا در کوچه‌های شهر خوجند به جراحت رسانی و نابودسازی سگ‌های کوچکی مشغول است معین نمود که این رفتار ناراحت کننده از جانب شهروند تیمورف عطا جورایویچ سال تولدش 1975 استقامت کننده شهر خوجند کوچه دورانبک احمدبیکوف انجام داده شده است. پنگ گشتن نوار مذکور در شبکه‌های اینترنتی و شرح و ایرادهای استفاده برندگان سامانه‌های اجتماعی ملیس شهر خوجند را وادار نمود که شخصیت اشتراکچی حادثه را جهت پیشگیری چنین عملهای نامطلوب معین نمایند. مورد ذکر است که شهروند عطا تیمورف گرفتار بیماری روحی بوده از سال 1995 تا این جانب در قید مرکز بیماری‌های روحی روانی ولایت سوخت قرار دارد. نام برده قابلیت رانکنی سگ‌ها را داشته جهت آموزیدن و تربیه سگ‌های خانگی به شهروندان خدمت می‌رساند. 3 عدد سگ ذاتی نمسی افچار که در نوار انعکاس یافته نیز به دیگر شخصان تعلق داشته تنها به خاطر تربیه و رانکنی در اختیار او گذاشته شده بود. به معلومات شهروندان می‌رسانیم که حالت گویا همروزه مشغول شدن به نابودسازی سگ‌های کوچکی از جانب عطا تیمورف در شهر خوجند واقعیت نداشته تنها عمل یک دفعی نبود که با مساعدت جامعه شهروندی آشکار و پیشگیری کرده شد. عین حال شهروند تیمورف عطا جورایویچ بازداشت و برای طبابت به مرکز بیماری‌های روحی روانی ولایت سوخت دسترس کرده شده است.